وزارت اطلاعاتی ایران جزئیات تفتیش در کرمان را اعلام کرده گفت که تهیه‌گر و 2 اشتراکچی آن شهروند تاجیکستان بودند. این خبر درباره یک حمله واقعی تروریستی نیست، بلکه پارچه از نمایشنامه هنری می باشد که هنرمندان تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند هفته گذشته به صحنه گذاشتند. این نمایش به افتتاح 91مین موسم هنری تئاتر بخشیده شده، هدف دارد به تماشابینان پیام واضح درباره خطر تروریسم رساند. یک از نقش‌های اساسی را حکمت الله احدов، هنرمند جوان تئاتر بازیده است و میگوید بار اول نقش تروریست را اجرا کرد. نقشی که من در این نمایش اجرا میکنم بسیار یک نقش دهشت‌آور است، زیرا در رفت نمایش من یک رفیقم رو و همسر و فرزندانم رو در یک ماشین به مرگ میرسونم، یعنی میترکونم که بسیار یک نقشی هست که تمامی وجود انسان را به لرزه می‌آورد. موضوع خیلی وزنین داغ روز گوییم هم میشود برای اون که در حقیقت همتون شاهدی اون گردیدید که در تمامی واسطه‌های اخبار عموم در دنیا چه حادثه ها شده ایستاده است و افسوس که بعضی ناخلفان نام نیکی تاجیکستان عزیزمان را بد میکنند در عرصه بین خلقی. مسئولان تئاتر اصرار کردند از 4 نمایشنامه که طبق مقررات در دوام 1 سال باید به صحنه گذارند، یکی از آنها باید دارای موضوعی مشکلات داغ جامعه باشد و به همین خاطر این مسئله را طریق نمایش به معرض تماشابینان گذاشتند. در نمایشنامه گفته می شود که جوانان تاجیک را بیشتر در روسیه و دیگر کشورهایی که بسیارتر شهروندان تاجیکستان به آن همچون مهاجر مهنتی می روند، مبلغان افراطگرا به دام خویش می افزایند یا همچون تروریست آماده می سازند. در اثر افسردگی در عائله، نداشتن شرایط خوبی کاری و دیگر عامل‌های منفی از سبب‌های اساسی به این راه رفتن جوانان تاجیک عنوان می گردد. این نمایشنامه را سهراب شیخوف، سرکارگردان همکنون سابق تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی به صحنه گذاشته است که اتفاقاً بعد آماده ساختن آن خود به مهاجرت مهنتی کشور روسیه رفته است. تروریست وطن، ملت، دین و مذهب ندارد. نمایش این اثر در حالی است که سال روان چندین شهروندان تاجیکستان در کشورهای خارجی دست به عملهای تروریستی زدند یا با این جرم بازداشت شدند. رسانه‌ها از حمله‌های تروریستی در کشور روسیه یا کوشش اجرای چنین عملی شدید جنایتکارانه در امریکا و اروپا خبر دادند. ولی با این وجود این اثر تا کجا به ذهن مردم مؤثر می‌گردد معلوم نیست، زیرا نفرانی که به تماشای آن در تالار تئاتر حضور داشتند از نصف کم بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.